جو بایدن روزی چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در کاخ سفید گفت وضع در اوکراین به آسانی میتوانند از نظارت خارج شود. رهبر آمریکا گفت به نظر او پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خواستار یک جنگ وسیع مقیاس نیست و هر قراری وابسته به احتمال حمله به اوکراین را خود او قبول میکند. من فقط از همین چیز دلپور هستم که قرار را فقط پوتین قبول میکند. هیچ یک نفر دیگر این کارو کردن نمیتواند و کسی هم به او تاثیر گذاشته نمیتواند. قرار را خودش قبول میکند. بایدن گفت رفتاری روسیه به جواب نمیماند و واشنگتن و متفقانش باشه و این سخت واکنش خواهند کرد. اگر آنها حمله کنند بهایش را میپردازند. بانکهایشان با دلار معامله کردن نمیتوانند. کیف و متفقان غربی آن سفربر شدن ده‌ها هزار سرباز روس به مرز اوکراین در تشویش میباشند. روسیه همگونه احتمال آمادگی به هجوم نظامی به اوکراین را رد میکند و به آمریکا و ناتو شرط گذاشته است. از جمله مسکو میخواهد که آنها از قبول اوکراین به عضویت ناتو دست کشند.